احتمالش هست تویی که داری این ویدیو رو میبینی کسی هستی که سرمایه‌ای رو جمع کردی و با کلی تلاش اون پول رو برای کاری که دیگران انجام دادن، آشنایانت انجام دادن و سود هنگفتی ازش برداشت کردن سرمایه گذاری کردی. ولی سود که نکردی هیچ، اون کار با شکست مواجه شده و همون سرمایه اولیت هم از بین رفته. خودت فکر میکنی که من که همون کارو کردم، پس چرا همچین اتفاقی برای من افتاد؟ کجای راه رو اشتباه رفتم و چرا باید این اتفاق برای من میافتاد؟ بذار همین اول ویدیو بهت بگم که این کار رو من هم انجام دادم و کارم با شکست مواجه شد و شاید بهت بگم کارهام با شکست مواجه شد. امروز میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و دلیل اون رو با همدیگه پیدا کنیم که چرا این اتفاق صرفاً برای من، شخص من افتاده و نه برای کسی که همزمان با من این کار رو انجام داده. اگر اون کار از پایه و اساس غلط بوده، باید برای دیگری هم جواب نمیداده. پس مشکل کار کجا میتونه باشه؟ حالا فکر کن همه این بلاها سرت اومده و شکست خوردی. کارت شکست خورده، پولت رفته، احساس ناامیدی، افسردگی، اضطراب رو داری تجربه میکنی و پتک نهایی رو کسی بهت میزنه که میگه تو اصلا از اولم شانس نداشتی. اگر شانس داشتی این اتفاقا برات نمیافتاد. اون لحظه است که یهو آب یخ رو میریزن روی سرت، انگار تموم همه چیز. احساس میکنی تو دست به هر کاری بزنی واقعا باید باعث شکست تو بشه. در همین حین تو دنبال راه حلی میگی که نه، من باید بدونم کجای راه و اشتباه رفتم، چرا این اتفاق برای من افتاده. یکی میگه از قانون جذب استفاده نکردی، اون یکی میگه چاکراهاتو پاکسازی نکردی، اون یکی میگه لایف استایل درست نداشتی و دیگری بهت میگه که تو نتونستی سپاسگزاری درست و درخواست درست به خداوند بدی. اول از همه اینو بهت بگم که درسته همه اینها وجود داره، نه قانونی رو نقض میکنیم نه به قانونی پایبندیم، اما باید بهت بگم که همه اینها در کنار همدیگه باعث میشه ارتعاش تو بالا بره و جذب تو هم بیشتر و بیشتر بشه. تو میگی من لایف استایل درستی دارم و همه کارها رو روتین و درست انجام میدم، اما از اون طرف منفی ها رو وارد زندگیت میکنی. یه نگاه به زندگیت بنداز. میای تماما اخبار منفی رو گوش میدی، تماما کارهای منفی رو انجام میدی، غیبت میکنی، بد دیگران رو میگی و مداوما توی حاشیه‌ای. ارتعاش تو رو پایین و پایین و پایین میاره. همیشه نصف راه رو عمل کرده تو میره و نصف راه رو ارتعاش تو. اگر ارتعاش رو بالا ببری ولی عمل کرد نداشته باشی عملا هیچه. اگر عمل کرد داشته باشی و ارتعاش هایی که میگیری در خلاف جهت عمل کرد تو باشه بازم هیچه. اینطوری بگم من یه عادت خیلی بدی که داشتم این بود که کاملا همه چیز رو رعایت میکردم، لایف استایل خوبی داشتم، سعی میکردم قانون جذبی بشم و رعایت کنم همه چیزا، اما از اون طرف ورودی های من منفی بود. دائما یکی زنگ میزد و غیبت میکرد و منم همراهیش میکردم. یکی منفی ها رو میگفت، ته دلم خالی میشد و احساس میکردم که هر آن کاری که کردم
و واقعا هم ورودی نداشتم. یعنی واقعا من هیچ دریافتی نداشتم، به خاطر اینکه تمام اون کارهایی که انجام میدادم با اون ورودی هایی که داشتم خنثی میشد. نه اتفاقی توی زندگی میافتاد، نه پیشرفت آنچنانی داشتم، دست و پا میزدم، یک کوچولویی پله بالاتر میرفتم. سعی کردم توی زندگی یاد بگیرم که ورودی هایی هم که دارم رو کنترلشون کنم. بذار اینطوری بهت بگم، بلا استثنا هممون دوست داریم که یک کد باشه، یه عبارت تأکیدی باشه و ما این کد رو بزنیم، موفق بشیم، بریم اون بالاها. ولی خبر بد برای تو اینه که همچین چیزی امکان نداره. اگر کسی بهت گفت که این کد رو بزن، این عبارت تأکیدی رو انجام بده، این ذکر رو بگو و تو به هر آن چیزی که میخوای میرسی، باید بهت بگم که داره گولت میزنه که ازت پول بگیره. وگرنه کسی که این چیزها رو بلده و میدونه که جواب میده، خودش جواب میگیره. نمیومد به تو بفروشه که از تو پول بگیره، با پول تو پولدار بشه. همیشه نصف راه رو عمل کرده ما میره، یعنی کارهایی که انجام میدیم، پاکسازی چاکراها، لایف استایل درست، اون ورودی هایی که داریم، کنترل ورودی ها، و نصف راه رو اون ارتعاشی که به جهان هستی میدیم، سپاسگزاری ها و حس خوب دادن، شمردن نعمت هایی که داریم و کنترل افکار منفی و گرفتن افکار مثبت. یعنی اگر تو داری کاری رو انجام میدی، ته دلت هی با خودت میگی که نمیشه، اگر قرار باشه اون کار بهت سود بده هم بهت سود نمیده. چرا که تو توی ذهن دائما داشتی به این فکر میکردی که نکنه شکست بخورم. اگه شکست خوردم چی؟ اگه همه پولمو از دست دادم چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه تو این ترست رو به جهان هستی میفرستی و جهان هستی مثل آینه عمل میکنه و انقدر تو رو میچرخونه که تو توی اون کار شکست بخوری. بعد بگی که دیدی گفتم نمیشه، دیدی گفتم این کار اشتباهه، ولی نمیدونم چرا انجامش دادم، نمیدونم چرا دوباره خواستم که این کار رو انجام بدم. ببین من شانس ندارم، از اولش هم میدونستم که اگه من این کار رو بکنم این کار سقوط میکنه. همون آیه یأس خوندن دیگه. اینجا یه سوال برات پیش میاد، چرا دیگران هیچ چالشی توی زندگیشون ندارن؟ بذار یه چیزی رو همین اول کار بهت بگم. شنیدی میگن مرغ همسایه قازه؟ هممون فکر میکنیم که کسی که در بیرون از حیطه زندگی ما داره زندگی میکنه همه چیز براش گل و بلبله. ولی بذار برات یه شفاف سازی بکنم، مطمئن باش همه آدم ها در این جهان خاکی چالش داره. به قول یه بزرگی که میگفت تنها کسی که مشکل نداره آدم مرده است. مردهان که هیچ مشکلی ندارن، چیزی از این دنیا متوجه نمیشن. آدمهای زنده دائما در چالشن، ولی مهمترین چیز اینه که با اون چالش چطوری برخورد میکنن، اون چالش رو چطوری پشت سر میذارن. یکی میگه اگه عزت نفس و اعتماد به نفسم رو حلش کنم و بالا بیارم، مسائل و مشکلاتم حل میشه. بدون تاثیر نیست. یعنی این نیست که تو بگی نه این اتفاق برات نمیفته و این یه دروغه. تو اگر لایف استایل درست داشته باشی، تو اگر احساس خوب به خودت داشته باشی، تو اگر عملگرایی داشته باشی، قطعاً به اون چیزی که میخوای خواهی رسید. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بعضیا ورودی های ذهنشون
بستگی داره چقدر منفی باشه و بستگی داره چقدر اونو کنترل کنم. با همدیگه دستاوردهاشون متفاوته، ولی کسی که آگاهی پیدا میکنه با کسی که نه هنوزم تو همون حال و هوای خودشه، قطعا دستاورداش با هم فرق میکنه. هیچی تو دستاورد نداشته باشی، همین که تو آگاهی پیدا میکنی، عزت نفست رو تغییر میدی، احساست نسبت به خودت بهتره، رابطت نسبت به قبلت با خودت بهتره، حال درونیت بهتره. همین باعث میشه رفته رفته دستاوردهات هم بیشتر بشن. کسی که عزت نفس نداره، خب همیشه در خلأ یک چیزی هست، یک حس و حال خوبی هست که مدام داره میدوه که اون حس و حال خوب رو بگیره. ولی تویی که عزت نفست رو کار کردی، قطعا دیگه این چالش رو نداری. یکم واقع نگر باشی. مگه میشه تو چالش نداشته باشی؟ مگه میشه زندگیت بالا و پایین نداشته باشه؟ یه روز باید حالت خوب باشه، یه روز باید حالت و احساست پایین باشه که بتونی تلاش کنی اون حال خوب رو دوباره تجربه کنی. یه حالت همیشه خوب باشه که داری اشتباه میری، و اگر حالت هم همیشه بده، تو هم داری اشتباه میری. یک زندگی نرمال، زندگیه که یه روز حالت خیلی خوبه، اتفاقهای خیلی خوب رو داری تجربه میکنی، یه روز نه، احساساتت پایینه، یه چالشی رو داری تجربه میکنی که خب واقعا باید در پی حل کردن اون چالشت باشی. مگه میشه زندگی همیشه گل و بلبل باشه؟ قطعا نمیشه. یکم به این قضیه فکر کن. ببین، همه ما دوست داریم که یه شب موفق بشیم. کسی که بهت میگه من یه شب موفق میشم یا یه شب موفق شدم، بدون که اصلا اون نمیدونه موفق شده یا نه، یا اصلاً شاید هیچ وقت موفق نشده، فقط داره توهم موفق شدن رو میزنه، یا اینکه نه، تلاش هایی که در گذشته کرده رو یادش رفته. اگر نه هیچ کس بدون تلاش موفق نمیشه. همون بچه نوپایی که میخواد راه رفتن رو یاد بگیره 1000 بار زمین میخوره. بار 1001م یاد میگیره که چطوری راه بره. اگر میگی که من همه این راه ها رو رفتم و همه رو دارم رعایت میکنم، اما چرا هنوز ورودی ندارم؟ برو برای خودت یک بار دیگه مرور کن. لایف استایلت رو، استمرارت رو و هدفی که داری، ورودی هاتو، چاکراهاتو، قانون جذبت رو، ارتعاشت رو و تمام اینها رو یک بار دیگه با خودت مرور کن. اگه میگی نه من همه چیز رو دارم رعایت میکنم و تمام چیزها رو دارم کنترل میکنم با خودآگاه و ناخودآگاه هم، شاید توی فصلی از زندگیت هستی که فصل آغاز نیست، نمیتونه بهت شروع خوبی رو بده و اگر کاری رو شروع کنی ممکنه که موفق نشی یا با شکست مواجه بشی. پس نور خدا، حواست باشه ما توی این جهان هستی خیلی چیزها باید یاد بگیریم که بتونیم به اون زندگی ایدئال و عالی که میخوایم برسیم. اینطوری نیست که اگر یه چیزی رو رعایت کردی بقیه چیزا رعایت نشد تو موفق بشی. مثل کسی که میخواد یه ساده ترین مثال برات بزنم چون خودم خیلی باش درگیرم، اینه که میخواد رژیم بگیره، یه برگ رژیم داره از روی این غذاهایی که باید توی روز مصرف کنه مصرف میکنه، اوکی. بعد آخر ماه میبینه که وزن کم نکرده. میگه چرا؟ میره میگرده میبینه که در روز چند جو گشنه شده، یه تیکه مثلا نون برداشته، یه خرما برداشته، یه کاری کرده، یه غذای استفاده کرده که خارج از رژیمش بوده. و قطعا این
اون نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. مثل کاری که اکثر اوقات خودم انجام میدم و این قضیه همیشه باعث میشه که من توی وزن کم کردنم به مشکل بخورم. نتونستم هنوز رفعش کنم، ولی میخوام اینجا یه قولی بهت بدم، اینکه این قضیه رو باید در وجود خودم درستش کنم، ریشه این قضیه رو حلش کنم. پس من وقتی برمیگردم به کارهایی که توی یک روز انجام میدم، میبینم که اشتباهات زیادی داشتم که به من اون نتیجه مطلوب رو نداده. همه ما کارهایی رو انجام میدیم که باعث میشه نتیجه نهایی، نتیجه‌ای که فکرش رو میکردیم نباشه. پس سعی کن تمام المان‌هایی که توی زندگی و آگاهی‌هایی که به دست آوردی رو درست انجام بدی تا بتونی عالی‌ترین نتیجه رو در هر حیطه‌ای که میخوای بگیری. نور به راهت و ممنونم که تا آخر ویدیو همراهم